بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى در قرآن کریم برای ما قصه پیغمبرها را گاه مجمل و گاه مفصل نقل کرد. بعضی پیغمبرها را الله تعالی مفصل نقل کرد. بعضی پیغمبرها را مجمل و کم درباره آنها آمده است. و بعضی پیغمبرها را قریب که در تمام سوره های قرآن ذکر کرد، مانند حضرت موسی علیه السلام. و بعضی پیغمبرها را فقط در یک سوره ذکر کرد، مانند سوره یوسف. قصه موسی و خضر، قصه موسی و فرعون تقریبا در 30 جای قرآن تکرار می آید. الله تعالی تکرارا قصه آنها را ذکر کرد با صیغه های گوناگون. و قصه بعضی پیغمبرها را کوتاه و کم، و از پیغمبرهایی هست که عموما در قرآن نامشان ذکر نشد. منهم من لم نقصص علیک. از پیغمبرهایی بودند که ما با تو قصه نکردیم آنها را. و از جمله آن پیغمبرهایی که الله تعالی درباره ایشان مفصل در قرآن نقل کرد، حتی پیش از به دنیا آمدنشان درباره ما معلومات داد، بلکه پیش از آنکه به دنیا آمدنی مادرش، حالی مادرش به دنیا نآمده است، الله تعالی برای ما معلومات داد. حتی وقتی که مادرش حالا در شکم مادر کلانش حامله هست، الله تعالی نقل کرد. از روز تولدش، بلکه پیش از تولدش این پیغمبر را به ما نقل کرد. و این کس حضرت عیسی علیه السلام هستند که بینی پیغمبر ما حضرت محمد علیه السلام که خاتمی پیغمبران هستند و بینی حضرت عیسی علیه السلام یگان پیغمبر نیست. یعنی حضرت عیسی علیه السلام آخرین پیغمبرها پیش از پیغمبر ما. آخرین پیغمبر این حضرت محمد علیه السلام، خاتم النبیین. با نص قرآن الله تعالی گفت که خاتمی پیغمبرها، خاتمه پیغمبرها، مهری پیغمبرها. بعد این کس دیگه پیغمبر نمیاد. اگر کسی دعوای پیغمبری کنه او کافر است. و پیش از حضرت محمد علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمدن. و به دنیا آمدن حضرت عیسی علیه السلام از تولد دیگرها فرق میکند. تولد حضرت عیسی مانند تولد دیگر پیغمبرها یا که دیگر آدمها نیست. و امروزها که در سراسر دنیا چه کافر چه مسلمان آمادگی به جشن میلاد میگیرند، یک مراتبه پیش از آن که شما قدم میگذارید به پیش یا به قفا یا به پهلوی راست و چپ، شما به خود سوال دهید که من به کدام خاطر این عمل را اجرا میکنم و برای چی جشن میلاد؟ میلاد کی؟ میلاد پدر، مادر، میلاد کی؟ و واقعا در همین شب و روزها آیا حضرت عیسی به دنیا آمدند؟ آیا دین نصرانیت به احتفال جشن حضرت عیسی مگر در انجیل توصیه داده است، ترغیب کرده است، یا حضرت عیسی ترغیب کردند؟ برای چی حضرت عیسی پیغمبری مسیحی ها بودن، نصرانی ها بودن، ولی ما برای چی در این شب و روزا دست به گناه میزنیم؟ یک مراتبه انسان باید به خود سوال دهد.
آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مریم است. حتی الله تعالی ببینید یک سوره رو به نام مریم نامید. مریم علیه السلام یگانه زنی که قرآن صراحتا نام ایشان را گرفته است. در قرآن کریم یگان زن به نام خودش ذکر نشده است غیر حضرت مریم علیه السلام. و این هم به حکمت نیست. خیلی که بعض علما گفتند یکی از سببهاش این است که وقتی که دشمنای اسلام مریم را همسر الله تعالی گفتند، الله تعالی از زن و از همسر و از فرزند پاک است، الله تعالی یگان زن را در قرآن نام نگرفت غیر مریم. عادت عرب ها چنین بود که در نزد مردم زنی خود را نام نمیگیرند، بلکه با کنایه حرف میزنند، میگن که مادری فلانی، همسرم، عائله‌ام گفته گپ میزنند. نام زنشان را برای گرفتن رشک میکنند. حتی نام زنی خود را در حضور مردها نمیگرفتند، بلکه با کنایه سخن میکردند. و الله تعالی بر قصد همین سخن 33 مراتبه در 30 آیت نام این زن را در قرآن گرفت. حتی یک سوره از سوره های قرآن که همگی 114 آیت هست سوره هست، یکی آن را به نام حضرت مریم نام گرفت، نامگذاری کرد. اما مثلا زنی حضرت آدم در قرآن آمدگی هست ذکرش، ولی بدون نامش. و خلق منها زوجها، ما آدم را آفریدیم و از خود قبرغه چپش همسرش را آفریدیم. حوا، مراد حوا. یا گفت که قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال، دو کس گفتند. کی گفت؟ آدم و حوا. یا در سوره تحریم ذکری همسری نوح و همسری لوط آمد. فخانتاهما، این دو زن گفته الله تعالی ذکر کرد. و این چنین و امرأة فرعون، همسری فرعون در قرآن آمده است ولی نه با نامش. و امرأته حمالة الحطب، همسری ابو لهب به دوزخ می درآید همراهی ابو لهب. نامش نآمده است. ام جمیل با همین کنیه مشهور بود، نامش را نگرفت الله تعالی، زنش گفت. لیکن مریم را 33 مراتبه در 30 آیت الله تعالی نامش را ذکر کرد. و از جمله این سوره را به نام مریم ماند که ما از آیت 16 تا آیت 35 برای شما تلاوت کردیم و حالا کمتر ترجمه و تعلیق میکنیم. الله تعالی میگوید که واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ما امروز درباره عیسی علیه السلام حرف میزنیم و الا میخواستم از مریم شروع کنیم و اگر فرصت که شد درباره مریم هم در صحبت‌های نوبتی صحبت خواهیم کرد. و یک جمعه درباره مریم صحبت داشتیم. حضرت مریم علیه السلام وقتی که به دنیا آمده بودن، حالی به دنیا نآمده مادرشان نظر کرده بود. رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. ای پروردگارا، ای الله، مادر مریم یعنی مادر کلان حضرت عیسی وقتی که در شکمشان کودک پیدا شد نظر کردند. گفتن که اینی نظرت لك ما فی بطنی محررا، من آن چیزی که در شکمم است یعنی این فرزند خودم را برای خانه بیت المقدس نظر کردم. مسجد در زمانهای قدیم پیش از اسلام، در زمانهای زکریا علیه السلام، عموما معبد، جای عبادتگاه، اینا قدر و قیمت عظیم داشتن. بودن شخصیت هایی که فرزندای خود را یا خودشان را پر برای مسجد آزاد میکردند. در مسجد زندگی میکردند، مسجد را تازه میکردند، خدمت به مسجد میکردند، خدمت به اهل مسجد میکردند. دیگه کار نداشتند.
نه زن میگرفتن نه شوهر میکردن، خدمت مسجد و اهل مسجد میکردن و در قلب آنها این بسیار عبادت بزرگ. واقعا در شریعت ما هم آبادانی مسجد این عمل بسیار بزرگ است، دلالت به تقوای آدم میکند. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که مسجدها را، شعائر الله، هر چیزی که الله تعالی به بزرگیش اشعار کرده است، به بزرگیش اعلان کرده است، اگر بزرگ شماره و دلالت به تقوای همون آدم میکنه. عکسش کسی که مسجد بینه او کافر است. مسجد بد بینه، مسجد تحقیر کند، مسجد کوچک شماره، مسجد جای بد شماره، و ای کافر است. نصی مذهبی حنفی در کتاباشون. خب این هم از سبب اون که مسجد را دوست می داشتن، این زن وقتی که حامله دار شد نظر کرد که همین کودکم اگر به دنیا بیاید من اینه خالص برای مسجد میگذارم تا اینکه در مسجد زندگی کند و خدمت مسجد کند تا آخری عمرش. فلما وضعت، وقتی که تولد کرد، قالت رب اینی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. گفت که پروردگار ما این کودک دختر تولد کردم، اون در نظر داشت پسر میشد. والله اعلم بما وضع، الله تعالی داناتر است که او چی تولد کرد. وليس الذكر كالانثى، هیچگاه پسر بچه مانند دختر بچه نیست، هیچگاه مرد مانند زن نیست. این قرآن صراحتا میگه برابری نیست بین مرد و زن. چون که وقتی که زن عادتی ماهانه میبینه در علاقه مسجد در آمدنش منع است، مجردی در آمدن منع است، ایستادن منع است، نشستن منع است در مسجد، چون که او ناپاک است. اما این حادثه با مردها نمیشد. مردها حیض ندارن، نفاس ندارن، تولد ندارن. ولیس الذکر کالانثی، خلقیت انسان مرد و زن به همدیگر مانند نیست، نه از جهت جسمانی نه از جهت مادی و معنوی، اینا فرق دارن.